شبهایی را ما در پیش رو داریم که الله سبحانه و تعالی بر آن قسم یاد کرده است. قسم به سفید دم. بسیاری از مفسرین معتقدند که منظور و مراد 10 شب ذی الحجه است و در روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما داریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ روزی از روزها آنقدر اعمال نزد رب العالمین محبوب تر نیست که در این 10 روز ذی الحجه در نزد رب العالمین اعمال صالحه محبوب هستند. آیا از جهاد کده هم اعمال صالحه در ماه ذی الحجه ثوابش بیشتر است و حتی جهاد در راه خدا هم آنقدر فضیلت ندارد که اعمال صالحه در ماه ذی الحجه و عشره ذی الحجه ثواب دارد، مگر یک صورت دارد، مگر کسی این که به جهاد برود با مال و جانش و هیچ کدام اینها بر نگردند. حضرت سعید بن جبیر ایشان وقتی که عشره ذی الحجه داخل می شد دیگه کسی نمی توانست ایشان را ملاقات بکنه، دروازه هاش را بسته می کرد و مشغول طاعت و بندگی می شد و مشغول مناجات می شد. کسی دیگر نمی توانست دسترسی پیدا بکند به حضرت سعید بن جبیر. و همچنان از ابن جبیر رحمه الله روایت است که فرمودند شما چراغهای خانه تان را در دهه اول ذی الحجه خاموش نکنین بلکه مشغول طاعت و بندگی و مناجات بشوین. و از جمله فضائل ذی الحجه عزیزان این است که در این روزها یک روز بسیار بزرگی وجود دارد به نام روز عرفه. ما در روایت صحیح مسلم داریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند روز عرفه، روزه گرفتن روز عرفه من امیدوارم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند من امیدوارم که کفاره گناهان 1 سال قبل و 1 سال بعد بشود. سبحان الله، یعنی با گرفتن یک روز عرفه کفاره گناهان 2 سال و خطاهای گناهان صغیره 2 سال را شما به دست می آورین. عزیزان، روز عرفه روز تضرع است و روز دعا و مناجات است و تنها اختصاص هم به حجاج ندارد، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین دعای روز عرفه است و فرمودند بهترین چیزی که من و انبیای قبل از من در روز عرفات گفته است این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. عزیزان، دهه ذی الحجه از خود احکامی دارد و بعضی از احکام ذی الحجه این است که کسی که اراده قربانی را در روز عید دارد از موها و ناخنهایش چیزی را نگیرد، زیرا که در روایت مسلم داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که شما ماه ذی الحجه را دیدین پس از موهایش و از ناخنهایش چیزی را نگیرد. و در روایت دیگر آمده است تا زمانی که قربانی می کند از موهایش و همچنان از ناخنهایش چیزی را نگیرد. مستحب است کثرت ذکر، بلکه سنت است که در این روزها به کثرت خدا یاد بشود و ذکر خدا بشود. چرا؟ چون ما در روایت احمد داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در این روزها شما بسیار تکبیر بگویین، بسیار الحمدلله بگویین، بسیار تسبیح بگویین خدا را. و مستحب است که با صدای بلند ذکر بشود در این روزها، ایستاده، نشسته، سوار، پیاده، در کوچه، در سرک، در بازار، در خانه، در هر جا که باشین باید تکبیرها گفته بشود. کسانی که ماه مبارک رمضان را از دست دادند با خبر که یک ماه مبارک رمضان 10 روزش را در پیش رو دارین، صدقات، خیرات، هر چی که دارین از کارهای خیر و اعمال صالح بسیار فضیلت دارد، چون در واقع رمضان دیگری را در پیش رو داریم. و ما